با سلام خدمت دوستان عزیز. با معرفی یکی دیگه از کالاهامون مینی دیمر فلشه تک کانال 3 کلید در خدمتتون هستیم. این کنترلر با ولتاژ ورودی 5 تا 24 ولت دیسی و جریان خروجی 4 آمپر هستش. باید دقت کنیم که ورودی مثبت و منفی منبع تغذیه رو به این قسمت و این قسمت که نوشته شده LED خروجی هستش که ما باید از این قسمت به ریسه یا LED تک رنگ مورد نظرمون وصل کنیم. همونطور که مشاهده میکنید دارای 3 کلید مود، اسپید و لایت هستش. برای روشن کردن دیمر فلشه از کلید وسط که همون کلید اسپید هست استفاده میکنیم و وقتی که این کلید رو میزنیم روشن میشه و اگه بخوایم خاموش کنیم چند ثانیه همین کلید رو نگه میداریم و خاموش میشه. اگه کلید مود رو بزنیم به مود فلشری میره که با زدن کلید اسپید شما میتونید سرعت فلش زدن رو توی 6 سطح مختلف تنظیم کنید. و اگه کلید لایت رو بزنیم شما مود دیمری رو خواهید داشت که با زدن کلید وسط میتونید میزان نورتون رو توی 8 لول مختلف تنظیم کنید. و یک نکته این که این دیمر فلشه حافظه داره. ببینید اگه توی همین حالت دیمری با همین سطح نور کلید منبع تغذیه رو قطع و وصل بکنیم با همون حالت دیمری روشن میشه و اگه در حالت فلشری قرار بدیم و منبع تغذیه‌مون رو قطع و وصل کنیم روی همون حالت فلشری روشن میشه. توجه داشته باشید که شما میتونید با این دیمر فلشه تا 4 آمپر جریان خروجی داشته باشید. این کنترلر در واقع یک راه حل ساده و مغروم به صرفه برای کنترل کردن نوارهای LED، پنل ها و ماژول های تک رنگ شماست و به شما این امکان رو میده که از جلوه های نوری مختلفی لذت ببرید.